علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما سوال دیگر اینکه آیا در عوض دادن طعام در زکات فطر آیا اگر ما پول نقدی پرداخت بکنیم جایز است و کفایت میکند؟ بارک الله فیکم. در عوض طعامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را فرض قرار داده است، هر کسی که اگر که پول نقدی میدهد کفایت نمیکند و جایز نیست. بنابر چند ادله که برای شما اونها را به خوانش میگیرم. اولا اینکه حدیث عبدالله بن عمر است، چون که در صحیحین میاد که فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرض قرار دادن زکات فطر را یک صاع از تمر. خوب دقت بکنین، در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک سری پولهایی بودن که با اون خرید و فروش میکرد، ولی که پیامبر فرض قرار دادن زکات فطر را یک صاع از تمر، یک صاع از تمر از خرما، یا که یک صاع از شعیر از جو. و در بعض از روایات میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردن. و اثری است که به روایت ابو سعید میاد که میفرماید که كنا نخرج في عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم الفطر صاع من طعام. یعنی ما اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز فطر، یعنی در روز عید فطر، زکات فطر را یک صاع از طعام میدادیم، یک صاع از طعام میدادیم. پس ببین که کسی که اگر که پول نقدی میدهد هم مخالفتی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میکند و هم مخالفتی با اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میکند. و دیگر اینکه یک سری دیگر چیزایی که پیش میکنه که الان فقیری که مسکینی که هست این احتیاج به پرداختی پول برقش دارد، احتیاج به لباس خریدن دارد، از این خاطر پس ما پول میدهیم، این افضل و بهتر است. برای این جواب داده میشود که این چیزی که شما میگید این یک رأی است، این یک فکر شما هست، یا که این رأی و فکری اون کسانی که شما از اونها گرفتگی هستید فکر اونها هست. پس رأی و فکر در مقابل حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مردود است. دوما اینکه آیا فقرا و مساکینی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن آیا اونها احتیاج و نیازمند به لباس خریدن نداشتن؟ آیا فقط تنها احتیاجمندی اونها فقط تنها به خرما و به برنج همینها بودن که فقط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایرا یعنی که مشروع قرار دادن؟ نه، بلکه فقرای در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم احتیاجمند بودن به لباس، اونها هم قرض دار بودن، اونها هم مشکل داشتن، اونها هم احتیاج داشتن به همین به پول نقدی و به یعنی که پرداختی قرض هاشون و با گرفتن لباس و خریدن لباس و امثال اینها. ولیکن مقصود شریعت در اینجا که امید دادن طعام است، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و همین فرض کرده، زیرا مقصود شریعت هم همین است. و دیگر اینکه شما وقتی که پول نقدی میدهید اینا بدونید که مخالفتی با حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرده هستید و بدونید که هر عملی که شما میکنید که عمل پیامبر نکرده است اون مردود است و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است: من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. و پیامبر همین عمل کرده است نکرده است. پس وقتی که پیامبر نکرده است خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. کسی عمل انجام میده که عمل موکل نباشه پس او مردود است. لذا وقتی که پول نقدی میدهی عملت مردود است، قبول نیست، زیرا خلافی عمل کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. و در بعضی روایت ها هست که عمر ابن عبدالعزیز در زمان خودش این چیز جواز دانستن. وقتی که همین امر پیش امام احمد حنبل رحمه الله برده شد، امام احمد حنبل رحمه الله چی گفتن؟ گفتن که آیا قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو ترک میکنید و میگذارید و رها میکنید و قول عمر ابن عبدالعزیز میگیرید؟ پس خوب دقت بکنید، یعنی یک کسی که دعوای از اتباع و پیروی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میزند باید که سخن پیامبر را از همه باید که بالا بداند، عمل کرد پیامبر را باید که از همه کس باید که برتر و بالا بداند و با کمال احترام با هر شخصیتی که هست، با کمال احترام وقتی که حرفش مخالفتی با پیامبر کرد قولش گذاشته می شود با کمال احترام، ولو اینکه در هر جایگاهی باشد. و این قول امام مالک رحمه الله است که سخن هر شخص قبول است، رد و قبول کرده می شود الا مگر سخن یک شخص که او رسول الله صلی الله علیه و سلم است که سخنش قبول کرده می شود و رد کرده نمی شود. بنابر همین و بنابر همین ذکر همین ادله که برای شما ارائه کرده شده جایز نیست دادن زکات فطر، یعنی پول نقدی جایز نیست و کفایت نمی کند. بارک الله فیکم.